مسلمانان آگاه شده دین اسلام هوشیاری را به وجود می آورد. دوره سلسلوی لشکر جنها إنه لكم عدو مبين. کی هست جن؟ شیطان. او در حقیقت وجود دارد یا اینکه واهمه است در فکرهای ما؟ در اساس قرآن کریم آن واقعا وجود دارد. وجود داشتنش حقیقت است، فقط ما و شما او را دیده نمی توانیم. او پیش از ما زندگی می کرد و تا امروز زنده است. این واقعه عجیب است، همچنین نه؟ واقعا عجیب است. کلمه شیطان از شطر گرفته شده، معنایش ناپاک و پست می باشد. شیطان موجودیت خودش می شود سرکش و ناپسند. فرقی ندارد او انسان باشد یا جن. گفته می شود که روحی پلید که از الله بزرگ و از حقیقت دوری می جویند. الله می فرماید در سوره انعام آیت 112 که شیطان می تواند خود را شبیه یعنی چیز جن و چرا ما باید بر موجودیت جن باور داشته باشیم؟ خوب، چون آنها مربوط به غیب می شوند، یعنی چیزی که به چشم دیده نمی شود. ما همه می دانیم که الله را دیدن ناممکن است در دنیا. این را همه خوب می داند چون غیبیات است. و همچنین ملائکه ها را نیز ما دیده نمی توانیم چون آنها هم غیبیات هستند و از نور آفریده شده. و حالا جنها ما آنها را دیده نمی توانیم و اینها نیز غیبیات هستند. آنها را از آتش آفریده است، آتشی که دود ندارد و همچون آتش بی دود نیز گرمی دارد، ولی ما گرمی را نیز دیده نمی توانیم. و هر دو نوع شیطان ها آدم را به سوی زشتی و ناپاکی می برند. شیطان جنی یک نوعی در قلب شما وسوسه می کند و ما آنها را نمی بینیم و وسوسه اشان را نمی شنویم. و شیطان انسی طوری وسوسه می کند که ما او را می بینیم و می شنویم ولی درک نمی کنیم که این وسوسه شیطانی است. او هر کسی می تواند باشد، برادرت، رفیقت که تو را به سوی شراب نوشی دعوت می کند یا به یک کار زشتی. اگر سوال درباره ابلیس رود، باید به خاطر داشته باشیم که شیطان اسم عام است اما ابلیس اسم خاص. اما از جمله جنها می باشند. او اولین مخلوقی است که از گفته الله سرکشی نمود. ما جنها را نمی بینیم ولی آنها خیلی پیش از آدمان خلق شده بودند، یعنی پیش از انسانیت، ولی انتخاب آنها بعضا خوب بود و بعضا بد. و از نسل همانها ما یکی را ابلیس نام میبریم. و او کیست؟ ابلیس کیست؟ شاید شما گویید که او شیطان است، چنانچه عرب ها میگویند ابلیس شیطان. اما در حقیقت او خداپرست بود، عبادت الله را میکرد. حتی الله را چنان عبادت کرد که الله او را با پایه های بلند گذاشت و مثل ملائکه ها. و به خاطر داشته باشید که ابلیس از جمله ملائکه ها نبود، اما او با ملائکه ها الله را عبادت میکرد. به خاطر عبادت بسیار الله او را عزت کرد. آنقدر عبادت میکرد که الله او را عزت داد. و بعد چی شد؟ این را باید دانیم. حالا کمی از موضوع دور میشویم تا که شما خوب درک کنید موضوع را. و بعضی از انسان ها خطاگی کرده به فکر اینند که ابلیس ملائکه هست، اما ملائکه ها خطا نمی کنند. آنها آن چیزا را که می کنند که به آن امر شده است. زمانی که الله بهترین مخلوق را خلق کرد، کی را خلق کرد؟ الله آدم را خلق کرد. آدم را الله از چی خلق کرد؟ الله آدم را از خاک خلق کرد. اکنون میگوییم که چی گپ شد؟ الله آدم را خلق کرد. الله بزرگ تمام ملائکه ها را امر نمود تا آدم را سجده کنند. ملائکه ها آدم را سجده کردند مگر ابلیس، او سجده نکرد. اگر این آیت را خوانده باشید پس معلوم می شود که ابلیس از ملائکه ها نبود. و اگر این کلمه را بخوانید همه سجده کردند جز ابلیس، پس معلوم می شود که ابلیس ملائکه نبود.
اما در دیگر آیت قرآن کریم الله می فرماید او از جمله ملائکه ها نبود، از جنیان بود و او از آتش بدود خلق شده و این حقیقت چیزی است که ابلیس خودش گفت آدم را از خاک خلق کردی و من از او بهترم، مرا از آتش بدود. پس من از سجده کردن این کار میکنم. چرا؟ به خاطر که من از او بهترم، من از آدم بهترم، به همین خاطر به او سجده نمیکنم و این کار کردن این نافرمانی الله را کرد. و هر کسی نافرمانی الله را کند گوید که من نمیخواهم چون من از این راه بهترش را میدانم و با این کارش ابلیس خود را در بدترین شرایط نزد الله بزرگ قرار داد و الله متعال او را تا ابد در جهنم جایش را قرار داد و ابلیس گفت به من فرقی ندارد، فقط بگذار که آدم را با فرزندانش با خودم به جهنم برم. برای چی؟ یعنی چگونه؟ به خاطر که ابلیس کبر کرد. یعنی کبر چیست؟ کبر از کلمه کبره گرفته شده، معنایش اکبر می شود. فقط الله متعال اکبر می شود چون الله از هر چیزی بزرگتر و اکبر است و انسان و جن و ملائکه این حقوق را ندارند، آنها ضعیفند. کیست که نزد الله بگوید که من بزرگم و چنینم و چنانم؟ تو کیستی؟ الله به تو امر کرده است، پس تو اطاعت الله را کن. یک چیز مهم است که بسیاری ها در این فکرند که ما به خاطر شیطان مرتکب گناه می شویم. به همین خاطر می پرسند که چرا الله شیطان را خلق کرد یا اینکه چرا الله شیطان را از بین نبرد. اینجا یک خطاگی فهمیده می شود که شیطان جز وسوسه کار دیگری کرده نمی تواند. برای اینکه معلوم شود می گذاریم به دیگر سوال. قبل از آنه که ابلیس شیطان شد شیطان دیگری وجود نداشت؟ همین طور نه؟ پس کی ابلیس را مجبور کرد تا که نافرمانی الله را کند؟ جواب اینجاست. پیش از اون شیطان وجود نداشت، آن نفسش بود که او را وادار کرد نافرمانی کند. فرض میکنیم که شیطان نبود و ما نفس می داشتیم، گناه می کردیم. چون این دنیا برای امتحان انسان ها و جن هاست، ابلیس همچنین در این امتحان شامل است چون اون جن است. پس معلوم می شود که الله شیطان را شیطان خلق نکرد، او خودش این را خواست که شیطان شود. نه تنها ابلیس بلکه بسیاری از شیطان با نافرمانی الله بزرگ میخواهند شیطان شوند. بعد چی شد؟ در حالی که الله متعال در بهشت با آدم علیه السلام گفت از هرچی میخواهی استفاده کن، لذت ببر، ولی به آن درخت نزدیک مشو، از آن نخور، البته که شما دوامش را میدانید که شیطان نزد آدم و حوا آمد و آنها را به خوردن آن درخت دعوت کرد. آنها شیطان را گوش کرده خوردند و الله آدم و حوا را از جنت بیرون کرد. اما الله از اول میدانست که آنها از آن درخت میخورند، به همین خاطر درخت را به آنجا گذاشت. تمام این قصه که به شما گفتم این بود که تا شما زیبایی اسلام را بدانید، چون این زندگی چیزی نیست جز امتحان و باید دانیم که ابلیس اولین شیطان بود و او رهبر شیطان هاست و تمام شیاطین وسیله امتحان هستند، اگرچه خود آنها نیز شامل امتحانند. دوامش را با خواست الله رحمان نشر خواهیم کرد. برادران و خواهران عزیزم،